فسق آلوده شده و بگردیم طاقت یک کسری کرونا نداریم. واه جانم برو اومد یا جا که بدنت میسوزه جانکت میبروید 2 ماه 3 ماه را تبابت میکنی. آخه این 100 ساله ها و 1000 ساله ها در آتش جهنم سوختن کاری اندکه ایگه جا قوت طاقت او را داری. اما در مجموع اگر بگیریم شخصای مؤمن حتما روزی میشود که نجات مییابند، یعنی که یا جاویدانی در دوزخ باقی نمیمونند. اگر چند فاسق و فاجر هم باشند روزی میشود که به رحمت پروردگار نجات میافتند. الحمدلله. اگه سوال تبته هایی جسد تا چند جسد انسان تا چند ساله حقوق داره؟ در کجا؟ در روی زمین حقوق داره؟ تا چند ساله؟ میشته توزه و آزاده میشته. یه هم خیلی بسیار سپوریده شه بخواه. بله. مالوش رو کنن میگه. خب شخصی که مقصد پیغمبرای خدا پیغمبرو جسدشون هرگز خاک نمیخورد. جسد پیغمبرو چه خیلی بد اما خیلی میمونه. یگان جای شک نیست. حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوره میگه حضرت درباره همین روز جمعه صحبت کرد، صفت جمعه را کرد، بعد گفت فاکثروا علی من صلاتکم فی هذا اليوم، در همین روز جمعه بر من صلوات زیادتر بفرسته. فإن صلاتكم معروضة علی او تعرض علی، زیرا که همین صلوات شما به من عرض کرده میشود، میارم به من میرسونند. یک آدم نو مسلمان شده بود است، گفت یا رسول الله کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت یعنی بلیت. ای حبیبی خدا گفت اوقی وقتی که مردی در خاک ماندند او خاک جسدت را میخوره، چه خیلی صلواتی ما در پیش تا عرض میشود. همه حضرت گفت ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، خداوند بر زمین حرام گردانده است خوردن جسد پیغمبرا را. هیچ جای شک نیست که جسد پیغمبرا را اصلا خاک نمیخوره. خب بر روایت اومده است که جسد شهدا، شهیدایی که در راه خدا شهید شدگیان، شهیدای اعلا، همچنین جسدشو ویران نمیشیده است، همیتا باقی میمونه. دلیلش چی است؟ برای چی میگیم که جسد شهیدا ویران نمیشود؟ خیلی در مسئله جسد پیغمبر و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، جوی شک نداره. انا در مسئله شهدا در روایت اومده است میگه والله اعلم بعد جنگ احد، حتی 40 سال بعد جنگ احد، وقتی که شهیدای احد در احد شهید شده بودند که حضرت جابر ابن عبدالله اومد قبر پدرش کند، همونجا سیل رها شده بود، جایی که همون شهیدای احد گرانده شده بودند، آب که سیل می اومد همونجا کلمک میشید است. حضرت اومد قبر پدرش از بس که در خوابش در اومده بود، اومد قبر پدرش کند، 2 کس در یک قبر گرانده شده بودند. پدر حضرت جابر ابن عبدالله را انا عبدالله ابن حرام میگن، از اون مردم انصار است. در پهلوش انا یک شخص دیگه به نام مالک ابن سینان رضی الله تعالی عنه هر دوشا بر ببر خواب کرده گیرد. میگه یگان جای جسد دیگر نشید است، همین فقط موی سر در استر شده گیرد قدرت خدا و نخونا دویدیان، دیگه جسد دیگر نشید است. مالک ابن سینان در همین ناحیه سینش زخمی شده بود است، دستش هم تمام دیدن، دست در همون جایی که جراحت هایی کرد دستش همونجا مونده بود حضرت، همین خیلی گذشته بود است. ولی حضرت جابر میگه که خواستم که دستش بگیرم با قدش راست کنم، همین تا میگه دست برداشتم همون موضعی که جراحت داشت همونجا خونی تازه برو اومد. این خبری صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. انا یک روایت اومده است میگه وقتی خبیب ابن عدی را در دار کشیدن، خبیب ابن عدی یکی از حافظای قرآن است، انا همه بازمانده های شخص به نام حارث ابن عامر که از مشرکای مکه بود در جنگ بدر کشته شده بود، همه را خریدند از دست مشرکای عرب، در اسارت غلطیده بود، گفتند در عوض خون پدرمون همه را میکشیم، در عوض خون پدر. بعد در همون تنعیم جایی که مسجد بی عایشه است کو همونجا بردنش، بدبختو در دار آویزانش کردن، گفتن اگر کسی همین را ایبولای دار میکشویا مقصد که جزاش میتیم، در گردی همون اخره نمونده بودن، در گردی همون پایه دار. از 1 ماه زیاد گذشت تا آویزان بود. حضرت یه روز بعد نماز بامداد میگه
اصحاب بزرگوار شتگی بودن در مسجد گفت ایکم یحتمل اخاه الخبیب من خشبة وله الجنه کدامت گفت میری همو برادر تو خبیب از پایه دار خلاص میکنه در زمین گور میکنه انشالله در عوضش پروپسکی جنت دسترس میکنه حضرت زبیر ابن عوام هم شتگی بود است گفت من یا رسول الله من میرم زبیر پسر عمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حد غیور بود جسور بود از بس که پسر یگانه مادر بود مادرش صفیه عمه پیغمبر کو همین جسور کلامش کرده بود به هر حال گاه گاه میگفت که بچه من زورش به این مردک نمیرسه ادین برو بده خطیش دویم حضرت تسلاش میداد پرونک میگفت انشالله زبیر او را میزنه همین جرم زبیر پرید خیست بگو خود توقع اهداش نمیبروی تو بلوی دور میبروی او را خلاص میکنی برش میکنی میوریش میترسی که خود توقع اهداش نمیبروی بگو یا رسول الله همین دوست و مقداد همیشه شتگه مقداد ابن اسود انشالله اینه نمیگه این قطعی میره یا دهنم او را نگفت است که میره یا نمیره او را پرید خیست این هر دش هم شه سوارای همون مسلمان ها بودن هر دش اسب داشتن اینا با قول امروزه چوانداز بودن ده ولی در همون جنگی بدر مسلمان ها همگی ده سواره داشتن ده اسب یک تاش زبیر ابن عوامه یک تاش همین مقداد ابن اسود اینا هم حقی خودشون گرفتن غنیمت هم حقی اسب گرفتن بعد حضرت اجازت شد هر در اسب سوار شدن اومدن رسیدن الکی 40 روز گذشته است جسد هم خیلی اویزون دیدن که اخره نه بعد صبر کردن ایستادن یک مقدار وقتی که خواب شو برد در قسمت اخیر شب زبیر 32 ساله بود است چخونتر همین برو آمد بالای چوب بنده برید این حضرت مقداد میگه در بالای هم اسب زبیر گرفت همین با شکم خوابانی داشت آبی بدنش حالی پریدگی نیست اعضای بدن یگون جوش تغییر خوردگی نیست 40 روز در اما افتاب قراق حجاز در مکه اینکه اویزون این شهید علا بده بعد میگه در اسب بور کردن حرکت کردن سحر یا خیستن که نیست مرده نیست ایقفا پای گرفته اومدن در یک موضع دیروشو کردن بعد زبیر گفت که اگه اسب را مگرم سور شیم قطعی یا جنگ کنیم که یا شمورش و زیاده ایتا پیاده زور مونه میرسه برای همین مرده همون جسد خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنه را میگه همین اسب گرفته در زمین اگه میمونش میره و جنگ میکنه و با میاد صحیبیش میکنه همین زمین در موند که قدرت پروردگار زمین فرو کشیده شد او زمین مکه را دیدگی واقعی اونجا قمم نیست که بگوی تای قمشی او زمین سنگ های با درجه سخته کاری خدا او همون اکسکواتروی مخصوص میمبرن ای زنوزن بعد هم یه سنگ های پرکش سوراخ میکنن قدرت خدا میگه در زمین رفت اگه جای اونجا مساحله کاری و کوکو نبود اسب سوار شد برو اومد میگه با مقابل شو گوما را میشناسه من زبیرم زبیر ابن عوام این رفیق من مقداده هر درم میگه که چوبانداز و تیرزن پهلوان بدیم گو که تومو را میقفه که تو آخران تیردان ما میزنم انشالله به هر تیرم یک تتا با اسفل سفلین میفرستم بعدا شمشیر را میگیریم تا شکستن شمشیر در سر روتون میشپم اینم که خلاص شد بعد میگه با دندان و چنگالام خطی تو جنگ میکنم گلوی چند تا احترام میکنم پیشوی که بکشینم برای همین جانتونه غم نتیم بهترش بگرده بره چی در جانی خطو جور میکنه اون مردکارم دیگه در دلشو ترس غلطید گفتن برای هم مرده چی در کرای جانمونه در خطر انداختن میگه گشتن این حضرت اومد که مرده را سوی بگه همین قیمه کوان دیگه نمیوانش زمین فرو بود استش وقتی مدینه اومدم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله قصد ما بود که بیارمش در بقیعه گروش کنیم جنت البقیعه یگون جای بدن تاخیر نخورده است که ولی آبی بدنش حتی میگه پریدگی نیست اما میگم در زمین موندمش که قدرت خدا در زمین رفت دیگه هر قدر گفتیم نیفتیمش حضرت تبسم کرد گفت یا زبیر ملائکه ها خبیب ابن عدی را پیش از خلاص کردن ایتو میگفتن این بلیع الارض عنوانش داده بودن بلیع الارض یعنی شخصی که زمین او را میبلعه زمین در کامش فرو میبره نمیدونی مقصد جسد شهیدان هم خیلی الحمدلله که میمونده است باقی میمونده است اگه دیگر آدم ها استا میپوستن دیگر گون میشون با مرور زمان
وابسته به خاک، وابسته به محیط، وابسته به باد و هوا، شرایط، وضعیت در چه حالت هوا میرسه نمیرسه، بعضیش درستر میروه، بعضیش کمتر میروه، اما آیسته آیسته همین زمین جسد میخوره. از جسد چی بمونه؟ همین کوپچیک. کوپچیک همین را در عربی عجب الذنب یا عجب الذنب میگن. انا میگه که فرزند آدم بدنش همش خاک میخوره مگر همین عجب الذنب. منها خلق ابن آدم و منها یرکب. از همون میگه فرزند آدم خلق میشه با همون مقصد که ترکیب مییابه، ترکیبش هم حسابی همون میشه. اما کوپچیک بسیار سخت بود است، اما کوپچیک خوب نمیخوره دیگه، تمام اعضای بدن آهسته آهسته به خوب مبدل میشه.